سلام، به کانال سلامت با عارف خوش آمدید. امروز میخوام در رابطه با سردرد باهاتون صحبت کنم. بذار خیلی ساده بگم، سردردها کی طبیعی‌اند و کی باید جدی گرفته بشن. اکثر سردردهایی که مردم در طول زندگیشون میگیرن خطرناک نیستند و میتونن به علت استرس، بیخوابی، گرسنگی و یا فشار روانی و کاری باشن، مثل سردرد میگرن، سردرد تنشن و سردرد کلاستر. خیلی ساده بگم، خودتو با این کلمات قلمبه سلمبه درگیر نکن، چون این سردردها اکثرا با یک مسکن ساده و یا چند مسکن در طول روز خوب میشن. اما اگر این چند علامت رو داشتی، حتما باید به پزشک مراجعه کنی. 1. سردردی که همراه با تهوع و استفراغ باشه. سردردی که با درد گردن و تب همراه باشه. 3. سردردی که هر روز بدتر بشه. 4. سردردی که با علائم حسی، ضعف حسی و تشنج همراه باشه. 5. سردرد ناگهانی و شدید. و 6. سردردی که با ضربه به سر و تروما همراه باشه. پس هر وقت این سردرد رو با این علائم داشتی، باید حتما به پزشک مراجعه کنی و باید بررسی بشه.